الاستمناء معنای استمناء اول چیه؟ معنای استمناء یعنی از مأخوذ از کلمه چی گرفته شدگی؟ از کلمه المنی. کلمه منی گرفته شدگی، کلمه المنی. و منی معروف همه میدونند منی چیزی که یعنی همون چیزی که یعنی در وقت شهوت، در وقت شهوت، در وقت یعنی خفت خوابی، یعنی وقتی که آدم با همسرش یعنی خفت خوابی یا که در شب مثلا احتلام می شود، مثلا همین آبی که مثلا چیه از همین چیش با شهوت هم با لذت مثلا به چی میبراید، همین چی میگن منی میگوین. و استمناء گفته چیه میگوین؟ استمناء گفته یعنی این الف و سین و تا معنی چی میتونه؟ معنی طلب میتونه، ای طلب المنی. یعنی معنیش که یعنی چی کار میکند؟ یعنی این انسان یعنی با یعنی چی میکند؟ یعنی با یعنی غیر طریقه جماع، به غیر طریقه خفت خوابی هم منیت چی میکند؟ یک سبب کتی، یعنی به دستش باشد یا به دیگه چیزش باشد، سواء مثلا خودش یا دیگه کسی که چیز کتی چیه منیه یعنی خارج کردن به چیه سبب می شود. و این چیز لا شک مثلا این چیز درست نه، این چیز مثلا یعنی از نگاه شرع این کار حرام، این کار حرام، برای که الله سبحانه و تعالی، الله سبحانه و تعالی سوره مؤمنون به میگوید که یعنی قد افلح المؤمنون، در حق من مؤمن هایی که یعنی افلاح یافتن، کامیاب شدن، یعنی دنیای آخرت و ها نجات یافتن، کامیاب شدن، خوشبخت شدن، سعادتمند شدن. صفت همین های مؤمن های چی میگوید؟ از صفت ها ذکر میگه که و میگوید که والذین هم لفروجهم حافظون، یعنی همین های مؤمن ها همین های که یکی از صفت هاشون فرج هاشون، یعنی فرج بیشتر چی؟ عورت هاشون، یعنی عورت هاشون همین مثلا چی هستون؟ چی نگاه میدارن، نگاه میدارن، نگاه میدارن از چی؟ از زینای، از تمام چیزها، الا على ازواجهم او ما ملكت ایمانهم فانهم غیر ملومین. الا چی به الله تعالی اجازت داد؟ دو چیز به زنهاشون یا که ملک یمین هاشون. ملک یمین یعنی خیلی که قدیما بود یعنی کنیز میگفتن، یعنی مثل مرد خودش به جاریه یک کنیز میگیرد مثلا، لیکن امروز نیست این چیز، امروز نیست، امروز این چیز نیست و ان شاء الله شاید که بیاید، لیکن امروز ها به این دنیا به این خیلی چیز یعنی نیست. یعنی فقط مؤمن ها که یعنی وای مؤمن هایی که زن فقط چی میکنن یعنی غیر یعنی بچه فقط زن هاشون یعنی همین کاری مثلا چی میکردگیشون با همراه زن هاشون کار چی خواب میکنن. فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون. دیگرت یعنی کسی که میگوید همون هایی که زن هاشون و ملک منهای با اینها تعدی کنند و اینها چی گفت الله تعالی؟ عادین نامید، یعنی متعدی کننده ها، سرحد الله تعالی پایمال کرده گذرانده ها نامید و اینها سبحانه و تعالی. انا برای همین این چی میشد؟ یعنی این تمام نمودهای زینا این چیزا همش چی میشد؟ حرام میشد، استمناء. و این چنین فقط یعنی انسان یعنی میتواند مثلا چیکار کند؟ یعنی خفت و خواب جماع کردن، یعنی همین یعنی اگر خواهد که مسئله استمناء من نگویم فقط مثلا به چی میشد؟ این به طریقه جماعش، یعنی با همسری که داشته باشد با زوجه خودش مثلا چی میکند؟ همین راه کردی. اما به دیگه چیز، به دیگه راه کردن این همش چی گفتیم؟ یعنی حرام گفتیم، همش چی میشد؟ یعنی حرام میشد، دیگه راه ندارد. یعنی این چیز این کار چی است؟ حرام است. الان بعضی میگوید که خیر مثلا ما یک احوالنده که مثلا یک دولتن یک جنده که مثلا یعنی آدم مثلا زوجه ندارد یا مثلا یعنی همه چهار طرف نگاه کنید مثلا همه طرف چی یعنی فسق و فساد مثلا فاحشه چیز مثلا، یعنی آدم مثلا میترسد که زنا به شاید کردن چیکار کند تا که زنا به نافتیدن به همین به دست خودش یا که به طریقه زنا نکرده یا دیگر مثلا زن به طریقه یعنی همین چیز منیه برآوردن حکمش چی گفته؟ اینده میگم که فرقش نه، حرام میگن، حرام میگم همین چیز. همین به وقتی که یعنی نعم وقتی که برای همین وقتی که همین شاب حدیث مسند احمد آمدگی حدیث صحابی جلیل ابو امام الباهلی رضی الله تعالی عنه میگوید که یک شاب اومد، یک جوان اومد نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم و اومده گفت که یا رسول الله، گفت اذن لی بزنا فاقبل الناس علیه
فزجروه فقالوا ما فقال رسول صلى الله عليه وسلم أدنوا مني فدنا منه فقال أتحبه لأمك قال لا والله قال لا والله جعلني الله فداءك يا رسول الله قال أتحب لبنتك قال لا والله جعلني الله فداءك قال كذلك الناس لا يحبون لأمهاتهم ولا يحبون لبناتهم قال صلى الله عليه وسلم أتحب لأختك قال لا والله جعلني الله فداك يا رسول الله قال كذلك الناس لا يحبون لأخواتهم قال أتحب لعمتك قال لا والله جعلني الله فداك قال كذلك الناس لا يحبون لعماتهم قال صلى الله عليه وسلم أتحب لخالتك قال لا والله الذي جعلني الله فداءك قال كذلك الناس لا يحبون لخالاتهم یعنی حدیث معناش چیه؟ معناش یک جوان اومده گفت که یا رسول الله با من یعنی چی من جوان نفسم چی به زنا رخصت دید به زنا چی یعنی برای زنا اجازت دید که من چی کنم زنا کنم یعنی من نمیتونم نفس خود داشته از این رسول صلی الله علیه و سلم چی گفتیم به نه این زنا کارش حرام این محرم زنا نکن رفت استمنا کن یا مثلا دیگه طریقه مثلا دیگه زنهای گیری با ویها زنا نکنه خیر چیکار کنن یعنی هم بعد دستاشون برارن یا که خودت نگفت گفت که علیه الصلاة و السلام گفت که مادر داره گفت که ها گفت مادر دارم میخوایی که گفت مردم با مادر تو هم کار کنند همه میگیم که میخوایی که همین تو مادر داره میگفت که ها میخوایی که مادر تو همین کار کند جواب گفت که نه گفت والله گفت الله فدای الله منه فدای تو کند یا رسول الله گفت که میخوایی گفت مردم برای مادرش نمیخواهد گفت دوست میدارد این چیزه دختر داره گفت که یعنی چی برای دخترت همین چیزه میخواهی گفت نه گفت مردم کذالک گفت مردم نمیخواهند این چیزه گفت که رسول صلی الله علیه و سلم خواهر داری یعنی برای خواهر در این چیزه میخواهی دوست میداری که خواهرت به این کار مشغول شود مردم به خواهر از اینا کنن گفت که نه گفت مردم هم خیلی خواهرش من نمیخواد عمه داری خاله داری نمیخواد حدیثه گفت سنن خیرش رسول صلی الله علیه و سلم اضربه بيده فقال اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه واحسن فرجه گفت که الله رسول صلی الله علیه و گفت که ای الله گفت گناهش بخش و طهر قلبه و دلش چی تازه کن دلش چی کن گفت تازه کن گفت و احسن فرجه یعنی فرجش من عورتش از حرام چه نگه دار گفت نه یعنی جوان دستش بدنش موند رسول صلی الله علیه و همین دعای گفت همین به علیه یعنی چی ما این برادر به نقشم نوبه چی فقط هم خیلی دعا میکنیم که الله گناهی نای بخشه دو دلش تازه کنه دو همین کاراش چی از همین حرام اینا نگه دارد برای که نه همش گفتیم چی حرام استمنا باشد زنا باشد همین کار چی گفتیم یعنی حرام این کار به دست نمیزنه آدم که تو که مثلا چه از صفت مؤمنی دست میتید اعوذ بالله چی کتی یعنی چی گفت الله تعالی میگه که کامیاب شدگان اینا چی میکنن یعنی این کارا به دست نمیزنن هم خلنه نه و حدیث چی اومده حدیث عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه رسول صلی الله علیه و سلم چه دو چیز گفت که یا معشر الشباب گفت من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء گفت که رسول صلی الله علیه و سلم جوان ها گفت چیکار کنه زن گرفت گفت زن نکاح شرعی یعنی هم با اذن ولی با اجازت ولی هم دختر با شاهدی با حاضر شاهدان از زن یعنی نکاح شرعی زن گرفت اگر نتونید قادر نباشید یعنی شرایط نداشته باشید پس در این حالت چیکار کنید گفت روزه گرید گفت صوم روزه گرید گفت روزه برای که روزه گفت صوم روزه این سپر از همین حرام ها همین به این دو راه یا رو زنگیر میگیم
یا که روزه دار. سیم راهش نیست. برای چی خیلی مثلا میگوید که فلان 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 عالم یا فلان شیطان اجازت داد یا فلان کچی کرد. نه، ما به دلیل قرآن سنت گجاب همین صحابه ها، یعنی هم صحابه ها مثل ابو عبدالرحمن عبدالله ابن مسعود فقیر بودن، کم بغل ها 10 سالها 20 سالها میگشتن، سالهاشون رفتگی. رسول صلی الله علیه و سلم نمیگفت که اینو باید چی کنید، یعنی میگفت که یا چیکار کنید، میگفت زن گرید میگفت یا که چی روزه گرید میگفت. گجا به دلیل ما به چی دلیل قرآن و سنت. برای همین هر خیلی این قولهای مثلا باطل و قولهای بی اساس و یعنی بی دلیل به نگاه نکنن مردم. نعم استاد اینا یعنی که جایز نمیشه که انسان اینترنت درونده همین جای بحث کرده خودش. نه ما گفتیم دلیل این قرآن سنت. اما مثلا این چیز خیلی که ما میدونیم مثلا چی میگفتن، من التمس الرخائص فقط تزندق، یعنی کسی که رخصت های طلب کند و زندق میشد، از دین میبراید. خود اعوذ بالله همه چیز به فتوا میابی، نسأل الله العفو والعافیت. حتی فتوا نوشتگی یعنی این چیز حرام. قرآن اومد سنت اومد خلاص بس کفایه، دیگه جواب نظر نکن. یعنی کسی که برای خودش رخصت طلبات و چی میشن میگفتن زندق میشد، یعنی زندق معناش از دین میبراید. اعوذ بالله.